ای بابا باز دوباره این مدرسه شروع شد. شاید با کلیک کردن روی ویدیو فکر کردید من یه روانشناسم یا دکترم و الان قراره راجع به مسائل روانشناختی و روانشناسی صحبت بکنم. نه، منم یه آدم مادی مثل شما و مدرسه و اینجور داستانا. ولی میخوام بهتون بگم که چطوری تونستم این مشکل حل بکنم برای خودم. یعنی وقتی مدرسه شروع میشد خدا سر شده فقط میخواستم بزنم تو سر خودم. صبح بلند شو برو. آخه چرا واقعا؟ چرا؟ در حال اتفاقی که داره میره جلو و میخوام بهت بگم شاید یه مقداری هم تو زندگی لازمه واقعا. یعنی لازمه یه زندگی اینه که ما بریم مدرسه. هر سنی که داری، هر چیزی که هستی، این ویدیو رو میخوام گوش بکنیم چون قراره خیلی خودمونی به این موضوع بپردازیم که چطوری میتونیم مدرسه رو برای خودمون راحت بکنیم. چه از لحاظ نمراتی که توی درس‌های مختلف داریم، چه از لحاظ اینکه اصلا دیگه اذیت نشیم، آقا انگار خیلی عادیه بریم و یه زندگی واقعا خیلی اوکی رو با هم دیگه داشته باشیم. بزن بریم. با هم دیگه دو نوع از زندگی یک دانش آموز رو می‌خوایم بررسی بکنیم. من می‌خوام همون موقع توی ذهنتون این بیاد که واقعا کدوم از اینها بهتر هستش. من یک دانش آموزم. یا دانشجوش فرق نمی‌کنه. ولی مثال‌هامو به صورت دانش آموزی دارم میزنم. حالا دیگه شما تو ذهن خودتون با خودتون اوکی بکنید. 7 صبح دارم میرم مدرسه ساعت 2 برمیگردم از مدرسه یا حالا 12 فرقی نمیکنه. وقتی از مدرسه میام کیفمو پرت میکنم یه بر، لباسمو پرت میکنم یه بر، خسته پاره، اصلا یه چیزی بی‌حوصله، افسرده، افتضاح. میشینم تلویزیون رو روشن میکنم، یه ذره بالا پایین میکنم، تو گوشیم یه ذره میگردم، این اینستاگرام، اکسپلور. ساعت شد 4 بعد از ظهر. خوابم میخوابم. 6 و 7 بعد از ظهر از خواب بیدار میشم. حال ندارم دیگه کتابو باز کنم، حتی اون کاری که فردا باید انجام بدم و همینطوری میگذره. چشم هم میزنم، حالا یا با رفیق میرم بیرون یا با دوست میرم بیرون یا میرم کافه، هر جایی، هر چیزی که تو زندگی شخصی شما هستش و میبینم ساعت شده 10 شب و وقت شام خوردن. خب شاممو میخورم، یه عادی با خانواده شاید یه ذره وقت بگذرونم یا میرم توی اتاقم باز مشغول گشتن توی اکسپلور اینستاگرام یا حالا توی ویدیو دیدن توی یوتیوب هستم و ساعت میشه 12 شب. میخوام یه گیمی بازی بکنم، میشه 3 و 4 صبح یا اصلا در بهترین حالت ممکن میشه 2 صبح و حالا من باید ساعت 6 صبح برم مدرسه. منی که هیچ کاری نکردم و مدام اون لحظه‌هایی که دارم این کارها رو انجام میدم، مثلا گشتن توی گوشی یا همون بازی کردن یا با دوست بیرون بودن، این استرس رو دارم که وای من فردا رو چیکار کنم مدرسه، این کار رو انجام ندادم، این درس رو بلد نیستم و من جلوی معلم میرینم. خیلی واضح بگم، خیلی واضح واقعا. خب حالا باید چیکار بکنیم؟ این زندگی اول بود. حالا میایم یه سبک دیگه از زندگی رو نگاه میکنیم. 7 صبح رفتم مدرسه، ساعت 2 اومدم خونه، غذام رو میخورم، 30 دقیقه برای خودم استراحت میکنم، توی گوشی میگردم، فقط و فقط 30 دقیقه. ساعت میشه 3 و ساعت 3 میخوابم 1 ساعت تا ساعت 4 بعد از ظهر، جوری که بتونم شب هم باز دوباره استراحت بکنم. حالا یا 1 ساعت یا 30 دقیقه فرقی نمیکنه، ما میگیم 1 ساعت. 4 بعد از ظهر از خواب بیدار میشم و باشگاه یا کلاس خاصی که باید حتما تو شرکت بکنم رو میرم. یعنی اینطوری نیست که بگی خب من که کلاس میرم پس اون 1 ساعت رو بذار برم تو کوچی. نه، باید بچه‌ها همه ما هم اوقات فراغتمون رو به درستی پر بکنیم، هم مثلا باشگاه رفتن. واقعا به نظر من فوق العاده است که حتما راجع به سری ویدیو حالا جداگانه میخوام درست بکنم. کلا ما میگیم حالا باشگاه میره طرف، میره باشگاهش، ساعت 5 برمیگره میاد خونه، یه چیزی میخوره، یه ذره اوکی میشه، میشینه ساعت 5 و 30 دقیقه پای درسش. نوشتن مشقی هستش، نوشتن تحقیقی هستش، خوندن درسی هستش. 2 ساعت براش تایم میذاره و ساعت میشه چند؟ ساعت میشه 7:30. اوکی، ساعت 7:30 و هنوز کلی از روز من مونده و میتونم حتی با دوستام برم بیرون. با دوستام میرم بیرون یا حالا میشینم درسام میخونم و میگم مثلا میشینم درسام میخونم، به هر کاری که دوست دارم میپردازم و ساعت میشه 9 شب یا 10 شب شام میخورم، ساعت 11 خوابم، صبح به راحتی بلند میشم میرم مدرسه. نه نیازی از سر مدرسه سر کلاس چرت بزنم، کامل درس‌ها رو متوجه میشم و شاید این حتی کمک بکنه به اون بحثی که دیگه نیاز نباشه بخوام بیام خونه درس بخونم. حالا حرف من چیه؟ حرف من اینه که واقعا کدوم از این دو سبک زیباتر بود؟ کدوم از این دو سبک بچه‌ها الان حس بهتری به شما داد؟ قطعاً سبک دومی که بهتون گفتم. چرا؟ چون با خیال راحت درستو خوندی، اشغالتو داری میکنی، کاراتم داری میکنی و مدرسه دیگه برات دیگه قول نمیشه. تو با یه مدرسه طرف نیستی، با یه مدرسه طرف هستی. این دوتا خیلی بچه‌ها فرق بینشون هستش. پس ازتون میخوام لطفاً با یک برنامه‌ریزی دقیق برید سراغ درس خوندن و جوری که نه لطمه به
تفریحتون بزنه، نه لطمه به خدمتتون عرض بکنم اشغالتون بزنه، کارهاتون رو بتونید انجام بدید و در کنار اون درستون هم بخونید که توی کل سال تحصیلی که چند ماه هستش به مشکل نخورید رفقای من. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما خوشحال میشم این ویدیو رو لایک بکنید. بچه‌ها من دارم دیلی ویدیو میذارم، پس اگر شما واقعا حال کردید این ویدیو رو میخوام لایک بکنید. من توی این ویدیو زیاد راجع به اینکه چطوری بتونیم زمان بذاریم یا زمان بندی بکنیم برای مدرسه و درس خوندنمون صحبت نکردم، چون هممون اوستاییم، ما اینکه نمیخونیم قطعا همه راههای خوندن رو بلد هستیم. ولی اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک بکنید و اگر دوست دارید باز هم راجع به اون بحث زمان بندی درس و اینجور چیزا صحبت بکنم یا خیلی عمیق‌تر راجع بهش حرف بزنم حتما توی کامنت‌ها بهم بگید. چنل منو اگه دوست داشتید سابسکرایب بکنید. دمتون گرم. خدا نگهدار.